این خو یک عمل نابخشیدنی است. همه میفهمه در یک کشور اسلامی مادرایی که اصلا برای ولادت اونجا رفته بودن، اطفالی که اصلا هیچ گناه نداشتن که تازه چشم به دنیا گشودن یا با یک عمل خونین روبرو شدن، این یک عمل نابخشودنی است. و اگر فکرش بکنیم که این اطفال چگونه بزرگ خواهد شد بدون مادر و چطور یا در آینده چی خواهد شد، اصلا تصورش آدم نمیتونه بکنه. پیام من است که اطفال که فعلا در شفاخانه ها هسته و خانواده‌هایشان کیره میبره، امیدوار هستم که واقعا مثل یک مادر واقعی برشان باشه و این عمل وحشیانه که برای شفاخانه نسایی ولادت شده بر تمام مادرها روحیشان از دست دادن. ممکن بعد از این هیچ مادری به هیچ شفاخانه برای ولادت نره، برای از اینکه این واقعا بر ذهن ما حق شد که در یک شفاخانه نسایی ولادتی که اصلا واقعا بی‌طرفانه هست، اصلا با هیچ حزبی نیست، با هیچ طرفی نیست، چرا در یک شفاخانه نسایی ولادتی انتحاری داخل شود. امیدوار هستم که بار آخر باشه، امیدوار هستم اول آخر باشه و در افغانستان اصلا در هیچ جهانی تکرار نشه و هیچ نوزاد بی مادر نشه. همشیری عزیز خلاص شدیم بالا کنم امور بانک رئیس مدینه خون کلالا کرد یک نفر مرا معرفی که ما گپ بزنم تا وقتی که فامیلای از اینا پیدا میشه. واقعا خوش هستم، برای خوش هستم که ما برای چند ثانیه اگر شده برای یک طفل مادر شدم و برای شیر دادم و او طفل یک چند لحظه در بغل من احساس آرامش کرد. ما واقعا وجداناً خیلی احساس آرامش کردم. بیاین که